خانم دکتر، جرم چجوری به وجود میاد؟ در اثر خوردن مواد غذایی اشخاص مسواک نمیزنن، نخ دندون نمیکشن و باعث به وجود آمدن پلاک‌های دندانی میشه. در ابتدا نرم هستن و به مرور زمان این پلاک‌های دندانی اگه مسواک نزنی سخت میشن و تبدیل به جرم میشن که باید جرمگیری انجام بشه. آیا درسته میگن جرمگیری ضرر داره؟ جرمگیری نه تنها ضرر نداره بلکه باعث جلوگیری از تحلیل لثه و بیماری‌های لثه و جلوگیری از لقی دندان‌ها میشه و باعث تمیز شدن دندان‌ها میشه که جرمگیری خودش یک درمان حساب میشه. جرمگیری باعث سفیدی دندان میشه؟ نه، جرمگیری باعث سفیدی دندان نمیشه بلکه باعث تمیز شدن دندان‌ها میشه چون یک پروسه درمانیه. چه مدت زمانی باید جرمگیری انجام شه؟ جرمگیری باید روتین 1 ساله باید انجام بشه ولی کسانی که بهداشت ضعیفتری دارن و مسواک نمیزنن و بزاق دهانشون زیاد هستش باید 6 ماه 1 بار جرمگیری کنن. تفاوت جرمگیری با بلیچینگ چیه؟ جرمگیری یه پروسه درمانیه که باعث تمیز شدن دندان میشه، اما بلیچینگ یه مواد شیمیاییه که روی دندان قرار میگیره و باعث سفیدتر شدن دندان میشه و یک روش زیبایی محسوب میشه. چه شرایطی باید داشته باشم که بتونم بلیچینگ کنم؟ بلیچینگ باید ویزیت بشید که دنداناتون سالم باشه و مشکل لثه نداشته باشید و قبلش حتی نیاز به جرمگیری هم دارید. چرا جرمگیری برای دندان مفیده؟ چون جرمگیری باعث سلامت لثه، جلوگیری از پوسیدگی و جلوگیری از بوی بد دهان میشه.